کی هستی؟ نخواد تو باشی. خدا شما را خوش پیر گرداند. نه، این حقیقت نیست. من تو رو دوست می‌دارم. تو رو از وقت اول دیدنم دوست می‌دارم زهرا. از اون دمی که مفتونی اون چشمان کبودی تو شده بودن، از اون دمی که زهرا چرا اینقدر برای من خواطر میشوی؟
التماس نرم. تو رو دوست می‌دارم. تو چی گفتی؟ تو رو دوست می‌دارم گفتم. تو رو بسیار دوست می‌دارم. اگر خواهی من به همه میگویم. فقط خواهش میکنم نرم. تو رو بسیار دوست می‌دارم. کی هستی تو؟ تو در نزد قبر زهرا چیکار میکنی؟ ای وای، این زینب است. از تو پرسیده ایستادم. کی هستی تو؟ این دختر اینجا چیکار میکند؟ اگر چهره‌ام را ببیند از کی بودنم شبهه میکند. توکل نمیکنم. باز میآیم جانم. ایستا. از این دختر نجات نیافتم. ایستا. با تو گفتم ایستا. تو کی هستی؟ در سر قبر زهرا چیکار میکنی؟ ای بلا زند، او دردی سرم شده است. پشه خیره. کجا شد؟ ایستا گفتم با تو. با فکرم خلاص شدم. زاغیسیو؟ او زاغیسیو را از کجا میشناسد؟ جهو گفته ایستادم هر نفری که نقاب پوشد زاغیسیو میشود. خوب، ولی کی است این آدم؟ تو کی هستی؟ چرا در بالای قبر زهرا بودی؟ چرا مثل کلاس نقاب زاغیسیو پوشیده ای؟ از پسی چی هستی؟ ایستا، با سوالهایم جواب بده.
ҷин занад. Кӣ бошад ин одам? اون آدمی پست رو میکشم. او چه خیلی جرأت کرد. از تو دیده من خودم بسیارتر میخواهم او را کشم، ولی گروه را زنده میخواهد. باز یکان خطای نکنی. گفته های گروه را چی کار کنم؟ برای من تو مهم هستی. این خیلی باشد گفتم را بکن. قهرمان را به من واگذار. اگر خواهی قهرمان باش، اگر خواهی کیلس، دوست داشتم را ضرر رسانیدی، تو را میکشم. آن دختری دردی سر در همه جا روبرویم میبراید، در همه جا. انگشتری نیست. کجا شده باشد؟ دیوانه میشوم. انگشتری نیست. در قبرستان افتاندم چی؟ از پشتیان بشرم. زهرا، زیا، اکنون باید به این خاتمه دهیم. مانع تو نشدم، ولی خودت رو به خطر میاندازی. گذشته‌ات رو فراموش کن. در پیشت آینده نوی هست. از آنجا دور شو و برای خودت زندگی نو بساز. برای من آینده نیست. زندگی نو نیست. تنها خاطره های گذشته مانده است و خلاص. و انتقام. پروای من رو نکنید. کجا باشد؟ همه خانه را تگورو کردم ولی انگشترین را پیدا نکردم. چیکار کنم دیگر؟ همش از پشت آن بشرم. همش. همکار صبحانه خوردی؟ از کجا؟ نه نخوردم. به خانه ما بیا. آخر هر سحر همان جایم. شرمنده میشم همکار. میدونی که پدر من یک رو است. خانه را از دستت میگیرد. کنی تیز بیا، منتظر میشویم.
ای بدبخت مترا نگفتیم که این محله هوی بخه در جاکو دیگه تو نخه مکه گپ زد و مرا نگاه که حیوان فهمیدی پدنله بر رئیست بگو که من موکم وای مکنه. چی گفته ایستاده اید شما؟ به طرف کیم واهمه دارید؟ جورا من دوم خوده کردم. اکا جان نغزین سوزین تینجین بردم اکین فرزندو خونه همه طرفه تینجه اکسی میفوره اکا دوله میگیری چی میگیری گرفتن گیر اکا جان اینجا محله خطه. چیگه پس اینجا ها؟ آه شوکت چی شد شوکتی ترسانچک؟ کمی پیش واهمه داشتی کو؟ اکا استغفرالله یک بار همین روی نورانی مرا نگاه کن نخواد من واهمه کنم اکا جان. خاموش باش با پایت یک تیر میپرانم تو که عقلت به سرت آید. اکا به خدا التماس اکا جان خیلی نکو در نامت مرم اکا به خدا تو فیلم کو دین خریدم کو 250 مش دادگی نیست اکا در نامت مرم اینا پراندیا پوچه من چلو شد امی چی فایده میگیری اکا التماس اگر یگون زمینه پمینه داشته باشی بیا برام موقع چوبک پاپک کنم این فایده میشه وقتی نه کمیسر مراد ای شوکت یک بار سرت را در بلا نگذار سرت را یک بار در بلا نگذار. اکای مراد چی وای ما داری؟ بچه هم کاری همین مرده که من خودم حل میکنم چی دخالت میکنی؟ خاموش باش حل میکرده است. تو در این حیات چی رو حل کرده ای؟ اکای مراد مرا گوش کنید همین گپایی که شما گفتیستین در این محله عیبه به خدا اکا گوش کن شوکت با سرت بلا نخر اگر با سرت بلا هم آمد به من زنگ نزن. به همین من رقمای تر ندارم حیوان به من زنگ نزن رنگی کلتا کلاس گبزا توبه. شوکت کارهای بیمعنی نکن با چنین کارت سرت در بلا میماند. اگر به بلا هم گرفتار شدی مرا زنگ نزن فهمیدی؟ آنها کمیسر گپای برادری مرا گفتی؟ توبه استغفرالله. اینها رو در کدام طرف گذارم؟ این کاردها رو این خیلی گذارید راست برابر. فهمیدم عزیز. یک دقیقه این مربای چی است؟ مربای آلوچگی است خانم. لطفاً از این پس با دقت تر باشید در نزد خانم زینب مربای آلوچه نگذارید الرژی دارد بعداً چشمانش ورم میکند. فهمیدم خانم. فراموش نکنید همه آن عطرهایی که در نزد آینه هستند گیرید باز بوی کشیده درد سر نشود. میلش خانم میگیرم. های چه خیلی دختری عجیب بوده است. آدم عطر بوی کشیده سوش میرفته است برعکس به هوش میآید. بله به هوش میآید. باز دیگر چیزها هم هست. باز چی هست؟ زینب شنلی از مربای آلوچگی الرژی دارد. اگر بوی عطر به مشامش رسد سوش می رود. او بازی رو نمی تواند. از شکلات نفرت دارد. از بلندی می ترسد. فیلم های عاشقی رو دوست می دارد. زینب ما از هم دیگر اینقدر فرق داشتیم. چرا مربای آلوچگی رو دوست نمی داری؟ اهل خانواده زینب رو خوب می شناسند. باید با دقت باشم. زمانی منم فیلم های عاشقی رو دوست می داشتم. ایستد در این میز چیزی نمی رسد. شیری مرغ؟ حالا هم نفهمیدید؟ سلطانم در کجاست؟ مادرم خودش رو کمی ناراحت حس میکند. چی؟ دیرتر صبحانه میکند. با سلطانم چی شد؟ چیزی مهمی نیست نوش جانتون بود. دینا شب
یک بار خیسر رفتی ما را حیران کردی. یگان مشکلی باشد گپ زن. معلوم شود که بسیار یک مسئله شخصی بود. یک بار علامت کرده بپرسیش خیسر رفتی. آیا این دختر همسر آینده است؟ با او دردی دل کن. ببین بسیار غمگین است. همسری آینده؟ خدا نشان ندهد. معلوم است که بسیار غمگین شده است. تمام شب از تو پرسید آخه. البته که پرسیده است. دیشب در قبرستان از پسم دوید بشه. وای جناب عزمی، دیشب تعجیلا یک کارم برآمد، باید زود میرفتم. یک باره خسته رفتم، بخشش میپرسم. تمام پسرم تمام. علمهای دلت که بیدار شد میتوانی به همسر آیندهت اونها را حل و فصل کنی. من هم بسیار فهمیدن میخوام. نازیه جان، همون مربای اولوچگی رو به من نمیدهی؟ بده. ملیس، زینب اگر از مربای اولچگی الرژی نداشت؟ بسیار مربای بولذت بود است. خیلی وقت شده بود که این خیلی مربای بولذت نخورده بودم. زینب چیکار کرده ایستادی تو؟ نباید این را خوری. کنی از دهانت برار. تو الرژی داری، کنی آن را برار. فراموش کردم. زینب سودستی ملیس در پوشش تب کن. کمیسر برو. چی ایستاده ای؟ و همسرت یاری رسان. آخر هیچ چیز نمیشود جناب عزمی. چی کار کنم جناب عزمی؟ سلفا زده ایستاده است. سلفا آش شود. کنی آب بنوش. بگیر نوش. ملیس، وقتی که زینب الرژی شود با او چی میشود؟ چی میشود؟ آخر چشم رویش ورم میکند. من مخصوص دوره دارم. دورو. یا خدایا چه خیل شد که تو فراموش کردی. آن اسپرین نیست مگر؟ این بسیار دوروی خوب است ملیس. در حال الرژی رو برطرف میکند. شد ورم نکردی همین خیلی؟ نه خوبم. این انگشترینی زهرا از زیا نوشته شده است. خانم زینبی رو از کجا پیدا کردی؟ وای من همین رو به شما نقل کردن میخواستم. در قبرستان یافتم. چی؟ در قبرستان؟ دزدی افلاس انگشترین را دزدیده است. بله، من دیشب به مزار زهرا زیارت رفته بودم. در سر قبر یک آدم رو دیدم. یک آدم رو؟ بله. بله، انا همان است. کلت کلاس است تو. آن کلت کلاسی بدبخت بسیار فریبگر بود. پدر جان بسیار ترسیدم. نترس. پدرت اینجا هست. پدرت را محافظت میکند. آن کلت کلاسی بیناموس میدانی از من بسیار سخت میترسد. از تو چرا میترسیدم؟ دیوانه. به این هم با کلاس یکی صبینو تمام داشتیم. اژدهار سرخ رو او به سرمون بلا کرد. اگر باید به او نشون میدیم پدر. انا همینجا هستم کمال. چیکار میکنی؟ بیکردیه. خاموش باش. در اصل آن اژدهار سرخ را به سرمان تو آوردی. تو مصیبت کردی. آخر پدر من چیکار کردم؟ جناب عزمی با او سر و کار نگیرید. ارزنده نیست. بخشش؟ ما با هم شناس هستیم؟ همدیگر رو نمیشناسیم. من تو رو بار یکم است که میبینم. تو چی خیل من رو نمیشناسی؟ مجبور نیستم که تو رو شناسم. من با تو صحبت نکرده بودم مادر. خوب پدر. بس است آخر. ما میخوایم که یک چیزی مهم رو فهمیم. کلتکل زنده است یا مرده؟ خانم زینب، شما روی آدم رو دیدید یا نه؟ این بیشرم رویم رو دیده است و پنهان میکند چی؟ خانم زینب، کمیسر زبید سوال داد. چهره آن آدم را دیدید یا ندیدید؟ کمیسری بیشرم، اگر چهرهش رو میدیدم به تو میگفتم. اگر متاسفانه ندیدم. یعنی قبرستان بسیار تاریک بود.
من از پسی او رفتم ولی او گریخت. بعدا نقاب رو به سرش کشید و فکرم وقتی که میدوید به 90 رسیده این انگشترین رو افتونیده است. بس است. این همان کتکرس است که ارواحش به قبرستان آمده است. مزار زهرا را ارواحش پاسبانی میکند. دیوانه خودت به دست بگیر. آخر کتکرس گفته ایستادم. نمیفهمی تو؟ این مرد کس که جون بدونه که کتکرس است. میدونه جناب زبید، یعنی 2 سال پس انگشترین زهرا پیدا می شود. غیر از کلاس دیگر هیچ کس شده نمیتواند. خانم ملیس میفهمم، اما این دلیل کافی نیست. شاید انگشترین رو نفر دیگری گرفته باشد. دیگر کس در آرامگاه زهرا چیکار میکند؟ باید در حال انگشترینم را بگیرم. یا الله کمکم کن. خدایا من باید با سنم صحبت کنم. یاریم کن خدای مهربان. پسرم در خونه شما زنگوله نیست؟ چرا تک 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 در رو میکوبی؟ مادر جان روزتون بخیر. مادر جان؟ آها خدا شفای دهد. با فکرم تو در خوردی از بالای بام افتادی. چه خیلی مادر؟ خاله جان باید با سنم صحبت کنم. چی صحبت کردن میخوای با سنم؟ مخفی است. مخفی؟ پش پش چه خیلی مخفی؟ به این هم دخترم از پشت تو بیمار شده است. چی؟ سنمی من بیمار شده است؟ حاضر از هوش میروم. پسرم باز با تو میگویم نمیفهمی تو. بله بیمار شده است. از پشت تو شده برختی خواب افتیده است. خاله جان من باید در حال سنم رو بینم. نمیشود. لطفاً سنم با من احتیاج دارد. وجودش ناراحت شده است. یک طرف است التماس. وجودش ناراحت بوده است. من تولد کردم نمیدونم. تو از کجا میدونی؟ اجازت نمیدهم. هجری از پشت تو شده برختی خواب افتیدم. احوالم رو ببین. سنم جانم چی شده از با تو؟ باز میپرسده؟ رو از اینجا تو رو دیدن نمیخواهم. خدای این رو ببین. تو حجره خوابی دخترم اومده است. پسرم تو گپ رو نمیفهمی مگر؟ دخترم از تو هیچ خوشش نمیآید. کنی رفتیم پسرم رفتیم با بیرون. خاله جان یک لحظه اجازه دهید باید با سنم صحبت کنم. سنم مایده چم چرا با خودت جبر میکنی؟ آخر من تو رو دوست میدارم. تو رو با تو باور نمیکنم اجری. تو با نزد آن گهواره بخشد را فهمیدی؟ ای رنگی دیوانه ها گپ نزن. من تو رو دوست میدارم. کدام گهواره بخش؟ با تو باور نمیکنم. برای باور کردن چیکار کنم من؟ از راستی تو میخوای که با تو باور کنم اجری؟ میخواهم البته. شد تمام. کنی من کمی فکر کنم که تو چی باید کنی؟ تمام فکر کن. کنی بینم چیکار کرده میتوانی؟ فکر دارد. یافتم. تو حاضر با مناره مسجد میبروی؟ برآمدی ها؟ در حقیقت از آنجا طوری صدا میدهی که همه محله داند که مرا دوست میداری. در نزد همه شرمنده میشویم. تمام داد میزنم. ولی شرطی دارم هجری. گوهر بخشت هم باید شنود که مرا دوست میداری. چی شد هجری؟ چرا خاموش شدی؟ تو مرا دوست نمیداری. رو از اینجا. رفتیم پسرم. وقتت با آخر رسید. رفتیم کنی رفتیم بیو رفتیم. مایلش سنم. با منوره برآمده به همه اعلام میکنم که تو رو دوست میدارم. در حقیقت؟ در حقیقت. تو نشنوم باور نمیکنم. بیا بشنو. رفتیم. خیز رفتیم.
نه سانم بیمار هستی نه آخر سانم نرو بیمار هستی آخر سانم ببین آخر مرا گوش نمیکند سانم نرو بیمار هستی دخترم. چی میگویم کار؟ در آنجا نخواستم که دیگرها به وهم آیند، اما این آدم کرت کلس است. شاید یگان نفر دیگر باشد. چخله که گفتی در دستمان دلیل کافی نیست. آخر بجز کرت کلس کی میتواند باشد؟ کرت کلس اکا اونالی جونا مار کرد. یک نفر پلیس کشت. حتما انتقام او را میگیریم. من هیچ کس را نکشتم. سلاح جنایتی را پیدا نکردیم. اگر کیلس زنده باشد هم برای او را محبس کردن دلیلی نداریم. چه ها گفته ایستاده؟ چه خیلی دلیل؟ فراموش کردی؟ کمیسر لوین با چشمان خودش دیده است. تسلیم شو به شرف. اونر بیعقلی نکن، رها کن روان، من گناه ندارم. اونر من نپراندم لئین. اگر وای کرت کلس باشد برای انگشترین برمیگردد. درست میگویی. با دکتر چیزی نشده باید انگشترین را از او گیریم. کلس شاید با او ضرر رساند. ما اولی نمردم. تو با ماشین رو من میآیم. گپ نیست. کاری دختر زود باشه، دیر شد. کافه رو رفته شدن لازم. بله امروز این خیلی شد. بله این هفته کمی کار زیاد است. با فکر من درحال باید رویم. از اون کلچه خنده کرده بودی باز کنیم امروز. بسیار با لذت اومده بود. بله بسیار با لذت می شود. بله بسیار با لذت. خانم زینب یک ثانیه میتونیم صحبت کنیم؟ خیر این خیلی باشد ما میرویم دخترها. رفتیم. در کافه و میخونیم زینب جان. بله میتونیم صحبت کنیم. زینب یک ثانیه تمام شد. چی؟ برای کار. یک دقیقه باید از تو آن انگشترین را گیرم. کدام انگشترین رو؟ انگشترین نامزدی زهرا شنلی را باید از دست تو گیرم. چرا میگرفته ای؟ چون که این دلیل یگانه است. دلیلی چی؟ اگر کلس زنده باشد برای دستگیر کردنش به این احتیاج دارم. مرا ببخش، این آخرین خاطره دخترم که من است. به هیچ کس نمیدهم. خواهش نکردم. در حال آن انگشترین را با من بده. ندیهم چیکار میکنی؟ کنی بده این را. نمیدیم آخر. زینب انگشترین را بده. بگیر. رهایم کن آخر. سرده گفتم. زینب انگشترین را بده گفته ایستادم. زینب بده گفتم. کمیسر مراد زینب آوازی کردن نمیتواند، نجات بده او رو. آوازی رو نمیتواند؟ بیا کمکت کنم. بیا. چی؟ آوازی کردن نمیتواند؟ ای دختر چیکار میکنی؟ بیا برارم تو رو. ملیس زینب آوازی کردن نمیتواند. چی گپ است؟ دخترم نجات ده را، یاریش کن غرق نشود.
زینب بیا اینجا. زینب دستت رو با من. زینب جان. زینب دستت رو با من ده. دستت رو با من ده. ای مهندس قرار میکش. برو برونت از اون. شما چیکار کردید؟ یاری تاجیلی رو جغ زنید. یاری تاجیلی. ای واه نفس نمیگیره. چیکار میکنیم؟ هیچ چیز نشده است. آرام شوید. هیچ چیز نشده است آخر. چی خیلی هیچ چیز نشده است. چی خیلی افتیدید؟ آخر اینجا پایم لغ شد و افتیدیم. برود زود بابای هوای سونی بیته کی میموند. بوسه کن. بوسه دی هم نفسی سونی بیده. کمی سرمورد شما این کارها رو خوب آموختید. آخر نجات بدید زینب رو. نه من نمیکنم. چی خیلی نمیکنی آخر؟ اگر تو نکنی من نکنم. یا خدایا زینب میمیرد. به شرم از هوش رفته است. انگشترین را گیرم. این بدبخت کجا شید؟ چی گپ اینجا؟ تو چیکار کرده ایستاده ای؟ حالا ببینی تو رو به سود میدهم. چیکار کرده ایستاده ای؟ تو پلیس رو زدی میفهمی؟ غریب غرق میشدم. بس که هات بیا بریمی. زینب جان تو خوب هستی؟ دختر از هوش رفته بود. پدرت مجبور کرد که نفسی سونی دی هم. چیکار میکردم؟ این مراد بس که سر وایرونه که چه خیلی نفسی سونی دیونه. حیوان متر 10 بار گفته که دختر را گرفتنی. مدام معقوله نمیفهمی. چیکار کردم زبایک؟ متر نپرسیدم که دختر معقول تو کنی. ولی من هم به تو نگفته بودم که خوشم نمی آید. خچی بعد دوی میبینید که قفم دختر میگردی. من هم گویا او رو بسیار میخواستم. برای انگشترین رفتم. ندانسته گپ نزن. انگشترین در گجوی بعد گرفته نتوانستم. چیکار کنم؟ تو رفته گیر کنی بینم. بس که نور نمی گپاتم. برای شیم کسی تعلیش کن بیا. ما باید خاطر کمیسر اون رو پیدا کنیم. پیش درا. خدا لعنت کند. رفتیم. کمیسری بیروی این انگشترین رو به تو داده که از رو به تو میدهم مگر؟ خاله جان از این میمون خلاص شدیم. اکنون رفته یک کرته عروسی ببینیم. میبینیم دخترم میبینیم. آخر شما خوب هستید؟ چه خیلی کرته عروسی است برای خدا. مادر شما چی ها میگویی؟ مرا سوختی سوزاندی خاکسترم کردی. آسیا زود باش رفتیم. و خیر است گونه چی شد؟ پسرت هجری به بالای مناره مسجد برآمده است. آخه در بالای مناره چیکار میکنه؟ قوای برق خاموش شده است. ایوجا از آن میته چی؟ نه آسیا پسرت از بالای مناره به تمام محله سنم را دوست میدارم میگوید. چی؟ تو چی میگوی؟ تو چی گفتنت را خودت میدونی؟ از زیبا سنمی ترکیه شنیدم. وای چه بلا به سرمان اومد؟ خاله اگر این راست باشد من باید هجری رو پرانم. دخترم چه خیلی میپرانی. اویست اولی رویم کار فهمیم. رفتیم. خاله چی گپ شده باشه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خدای مهربان به من کمک بکن. 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 جماعتی عزیز. صدا بر اومد. دقت مردمی عزیزی محلم، من با اینجا به خاطر یک چیزی مهم رو اعلام کردن برآمدم. شما رو برای اعلام کردن در حولی مسجد منتظر هستم. دقت جماعتی عزیز، شما رو برای اعلام کردن در صحنه مسجد منتظر هستم. یا خدایا این حالی ما رو ببین. جماعتی عزیز بیایید، بفرمایید جماعتی عزیز. آمده ایستادم. جماعت عزیز کمتر زودتر حرکت کنید. بچم
در اون بالای مناره چی میکنی؟ حاضی وقتی از اون نیستی کو فرو مردمی محله جمع شوید. هجری مرد باشی که خطا پرتو مرد حقیقی هم خیلی میشه پرتو درد عشق رو دیدی جوره دیدیش خیلی کارها نمیکنه برای عشق. جماعتی عزیز مرحمت. جماعت عزیز بیایید. او چیکار میکند؟ چرا اونجا برآمده است؟ محترم جماعت صفا رو راست کنید بینتون خالی نماند. شیطان در بینتون میدراید. ایست هجری ایست. اول همون گوهره بخشت هم اوید بعدن اعلان میکنی که مرا دوست میداری. بچم نگو صاف به او دختر دوست داشتن تا نگو. میمونی جادوگر تو جادو کردی که هجری به بالای مناره برایت ها؟ گوش کن دیوانه کمتر پس خواهی دید که چی خیل جادو کردم. بارو بندت رو جمع کرده کمی پس از اینجا میروی منتظر شو. هجری بگو. ماشاءالله در نماز همین قدر آدم نمیآید. بسم الله. جماعتی عزیز برادران و خواهران جماعتی مسلمین امر معروف امروزه سنم شرمندم کردی. من چی ها گفته ایستادم؟ کنی هجری کنی بگوی. تمام ایده چه میگویم. اگر بگویی تو رو از مناره میپرتایم. چی گپ است اینجا؟ اکا هجری عشقی که با سنم دارد اعلان میکند. هجری چی خیلی تو آدمی رمانتیک هستی. من هم با مناره برآمده عشقی که با سیرم جانم دارم اعلان میکنم. آمو خجیب خودت میدونی که امو دختر پسله داره سر تا کار فرما چی گفتی؟ میپرانمونی بدبخت یک کاری میکنی که کنون باشد به این هم او در دل من پرانده است. بگوی آخر هجری منتظر چی هستی؟ بهوده هوس نخور میمون. هجری تو رو نه نامی مرا اعلان میکند و مرا دوست میدارد. برادران همدینی من دلهای ما را با یکدیگر تنها و تنها خداوند گرم میکند. عشق خودش یک حسیات بزرگ است. خدا از این عشق بزرگ به من هم نصیب گردانید. این دل مرا با یک بنده اش مایل گردانید. جماعتی عزیز من میخواهم که به شما یک چیزی مهم را برسانم. انیخترش یک نافهمی را اصلاح کردن میخواهم. من سیرم دیوانه را دوست میدارم و میخواهم که تمام دنیا این را داند. وای مگر این زیبا صنم ترکیه را دوست نمیداشت؟ چه؟ سیرم دیوانه را دوست میداری؟ یعنی چه؟ مادر جان شد دخترم آرام شد. تو چرا حیران شدی میمونی جادوگر؟ هجری آخر تو رو نه مرا دوست میدارد. با تو گفته بودم کنی پدر و مادرت را گیر و رو از اینجا رو. او حاضر چه گفت؟ آکا با خودم هم حیران شدم. میگه سیرم دیوانه دوست میدارم. آخر هجری تو این را چه خیل با من کردی؟ اکا خطا به دست بگی هرچی آید بر سری کنعانی بدبخت بگذرد. تیاری توی بینه من هجری اکنون ناموسی من میباشد. 40 شب و روز توی میکنم. مادر جان چی ها میگوید؟ سنم دیدی قدیر از اول دخترمان رو هیچ دوست نمیداشت است باز دخترمان رو گریان کرد. سنم تو دختر مرا چخیر گریان کردی؟ اعلان کردم دلم سبک شد. سنم در کجا است؟ سنم مایدچم در کجا هستی؟ هجری به تو هیچ نمیده هیچ. اکای جوهر چی گپ شد؟ بسیار حیران هستم هجری. چخیل را با اون دختر رو دیدی؟ با خدا اکای رج من مجبور هستم که اون دختر رو دوست دارم. من سنم رو تو چخیل گپ میزنی ها هجری؟ چرا این خیل گپ میزنی ها؟ این گپ ها به تو میزبد مگر؟ این خودش حق بنده رو خوردن است نمیدونی مگر تو پسرم ها؟ یا خدایا رفته میرک یا خدایا چی شد آخر؟ البته از مناره عشق رو اعلان کردن جایز نیست. ناراحت شد مردم. بچه‌می وای بچم کو
است ماما چکه تبریک میکنم ای همه قرار درست برآوردی بچم تو شیرین ناری تو یختایی تو بچه مایی رنگ خط بیهد جانم زنی آی هجری مجبور نبودی که دوست داشتنی مرا به همه محله بگوییم و خودم میگفتی کافی بود مرا شرمنده کردی چی؟ بهترین سلسله فیلم های ترکی هدایت عشق و نفرت زخم دل و مانند اینها را این چنین ویدیوهای جالب را با صفتی بلند می توانید از یوتیوب کانال شهناز مدیا تماشا نمایید. با کانال شهناز مدیا ابونه شوید و از ویدیوهای نو با خبر باشید. با فکر تو هم مقصد کار همین نیست؟ کلتکلس در اصل قهرمان است. زهرا باشد دختر نخابدار. فانتزیای بای داشته ای؟ تمام قبول میکنم، این فکر من است و برای این رو اثبات کردن تا حال یگان دلیل نداریم، اما پیدا میشود. یگانه دلیلی که در دستمون است هر دو اینها از پس اژدهار بدبخت میگردند. سوال به میان میاد که هر دو این چرا از پس اژدها میگردند؟ من تنها با یک چیز باوری دارم، میدونی؟ دین شب آدمی در قبرستان بوده، انیق کرتکلس بود. سردارم، مدیر شما رو میپرسد. مرا؟ همکار با چخچخ میکنی. اکه چیله رحیم چی گپشته باشه؟ نمیدونم. یک دیپلمات تاجر مهم برای سازشنامه تجارتی مهمی را امضا کردن به استانبول می آید. گروه نمیخواد که سازشنامه امضا شود، میخواد که برای کشتن دیپلمات نقشه بکشد. اگر پگاه اون قهرمان رو برایم برآید او را میکشم. با تو صحبت کرده بودیم، گروه را زنده میخواهد. پروا ندارم. ای باور کن حیران میشوی. چی شد همکار؟ یک دو آدم دولتی میومده است میگه که امروز شما محافظت بکنید. آخر باید ما کرتکلس رو دستگیر کنیم. همین خودش درست پس ما رو میپرسه که کرتکلس رو دستگیر کردید یا نه؟ پرونده به عهده من، تو پروا نکن. خیر باز میبینیم. مراد کمیسر، وظیفه بسیار مخفی تو چی باشد؟ هیچ فکر نمی کنم که اژدهار باشد. با خدا من سنم رو دوست می‌دارم گفتم. چی خیل می‌شود این کار؟
ака ман он ҷо будам бо гӯшҳои худам шунидам ман сайрами девонаро дӯст медорам гуфтӣ. ё худоё ман нагуфтам охир ман санамро дӯст медорам. دامن عزمی این گفته‌ات حقیقت دارد؟ هیچ باورم نمیآید. آخر اکنون کیلت با زنده بوده است نه خود. بله زینب او را با چشمان دیده است. آن فریبگری ساختکار در بالای مزار دخترم زهرا بوده است. توبه کردم خدا، در مزارم آدم را راحت نمیگذارند. دیدی آخر کجا رفت؟ ندانم. خوش آمدی اکای کانون. من خوش آمدم ولی این کاری کرده ای تو خوب شد مگر ها؟ چی شد؟ آخر تو سنم رو دوست نمی داشتی؟ من سنم رو دوست می دارم اکای کانون. پس چرا با بالای مناره برآمده فریاد زده گفتی که سیرم رو دوست می دارم؟ اکای کانون خطا شده است. من سنم رو دوست می دارم. چه خیل خطا آخر؟ چه خیل خطا؟ همه این محله درباره این گپ زده ایستاده است. باز مادرت دعوتنامه توی رو تقسیم کرده ایستاده است. اکنون من از این مشکلی چه خیل میبرایم اکای کانون. هجری تو اکنون سیرم رو دوست نمیداری؟ دوست نمیدارم اکای کانون. این را بر وقتر نگفتی هجری؟ قریب بود که دلم میزد میمردم. چرا تنجس اکای کانون؟ اکای کانون من اکنون دلی سنم رو چه خیل به دست میورم. هجری آن کار آسان است، با عهده من سپار. من هر دویتان رو در یک دل جای میکنم. ای جانی من، شیر بچه من. قول بیده، قسم خور. چه خیل قسم هجری؟ چه خیل قول؟ گپی ما خودش قول است. ای خدای خدا، باز قسم میخوردم. خدا از شما راضی باشد اکای جان. انشالله میشود. ای مرک چیکار کرده ایستاده ای؟ اگر کانون دیوانه فهمد که پولها رو گرفته ایم هر دویمون رو پویز میکند. نه میفهمد. نیم ساعت پس پولها را برده در جاش میمونیم. در آخر این 10 میلیون نه اکای شوکت 40 میلیون میکنه. در آخر ها یکی پولها رو از دست دهیم چی؟ تو گپ نمیفهمی ها؟ تا وقتی که ما در کانون دیوانه کار میکنیم از می دختر شما دو میتیه یگان کار کرده باید ما خود ما شیف شویم. بیدار شو. هم به سر منگون بلا بیه کلتکیلس آمده ما رو نجات میدیه. راحت باش. تو رو نجات میدیه دو ما رو میکشد. تو زیغ نشو. من در سر قولت آمده فاتحه میخونم. گوش که پیش ای کازینو در آمده باید ما تو رد کنیم. فهمیدی؟ برکتی بازی دیگه میشوه. ایسی رو اصول من. نترس. آن انگشترین را چه میگیرم ها؟ دقت در محله زرافشان از مکان قماربازان خبردار شده. شد من میروم. انا ایره بلندی تقدیر میگم. ای با چه خطه به دست بگی. چه کدی؟ جمع که پلو را. تشکر برای بازی. ما اکنون میخیزیم. همین خیلی خیستیم. سامی بیشی جوته 5-6 میلیون دیگه کار کنیم باید میریم. سعید احمد بکش.
бача ҳамаи сумҳоро гузоштӣ? Тигрорум, ман медунам. Ин албаттамо мебарем. Тизу карол дорам ина. дасти мо бисёр зур омадааст. эво шӯхӣ шӯхӣ эва мо мурдем. намурдем, зиндаем. саросема нашав. ҳазрату, ина калитои бентли. исто бародар, ту кисти? куҷо меравӣ? назди раҳими сварчик меравам. куҷо? бало занад. бародар, чӣ шуд? ба худо мо мошина наметунам. илтимос бародаро пул мула ҳамаша бигире ошто шаванд. мошина нагиред ки канон мора худо наметун мошина. мо танҳо як мошин дорем. агар инро бигирӣ баъд мо чӣ хел мегардем? акай муҷинҷала ба худо дафта мошин дори накунам. я мошини моро бигири. илтимос бисёр гап назанед. калидро диҳед. калидро гузор ба болои миз. ала калидро гузоштем. моро накушед. самим балок бизанад. самим намон мошина ки канон мекушад. канон пурсама мегӯ ки самим мон мошина. шавкат, боз қиморбозӣ ҳа? худоби шумо миқо мардакои доштагӣ ям мошинамо бикашӣ. инҷо чӣ кор мекунед? ту ки ҳастӣ боз? ба ман гуфтанд ки инҷо бозии калон аст. хостам бахтамро бисанҷам. комиссар мурод барои наҷот додани мо омадааст. наҷот зуд метия. ин бачаи очатаё наҷот зуд метия. рост турмал мебарад. ана бин. дер монди бародар. имрӯза бозӣ тамом шуд. то ман тамом нагӯям ҳеҷ чиз тамом намешавад. баҷо шав. марказ дар макони ҳодиса ҳастам. омода инҳоро баред. фаҳмидам сардора. алоқа тамом. кани ба ҷоят гузар. самӣ торат фоидамон кард. комиссарам шавкату самӣ хоки поятон шавад. аввалан барои моро наҷот додан аз шумо миннатдорем комиссарам. баъдан бо беақлӣ накунӣ маю самирам бар зиндонӣ кунӣ. дуруст. шавкат, боз қиморбозӣ кардӣ ҳа? боз қиморбозӣ кардӣ. ин чандум бор аст? ин чандум бор аст ҳа? чӣ хел чандум бор мурод комиссар? ин якум бор аст. шавкат, ба ман дар бораи қимор гап назан. аз росте ки сарам ҳоло бисёр вайрон аст. худо ҷазоятро диҳад. ту дигар ислоҳ намешавӣ. кераҷон, вазъият бисёр муташин аст. ба худо ёрдам накунӣ мекушамам. вой шавкат, ту магар ба ман фоида меорӣ ки ба мизи қимор мешавӣ? ба худо ҳамаи маротиба охирин бор. охирин. бас кун шавкат, аз барои худо бас кун. барои наҷоти ту ман чиҳо кардам? ҳамчун имом омада одамонро қонеъ кардам. мушзан шуда бар ин баромада муш хӯрдам. ман дигар чӣ кор кунам? аммо ту ҳеҷ боақл намешавӣ. бародарам, боз ба хотирам омад. пулҳоятонро баргардонда гиред. яъне моро ҳозир ба амният намебаред комиссар? хомӯш бош. пулҳое ки аз канони девона гирифтед бозпас гардонед. бахшиш комиссар, вале шумо аз куҷо медонед ки ин пулҳои канони девона аст? дигар аз кӣ мегирифтед ҳа? албатта аз канони девона. рост мегӣ ба худо, мо дигар як кӣ мегирем? ихе боша мо пулҳоро ҷамъ кунем. сами ёрдам ку ҷамъш кунем. биги 100 миллион ҷамъш кунам. шуд истед. пулҳои худатонро гиред.
زیادش حرام است.